این چیزی که رو صورت من می‌بینین ماسک برنجه که بین کره‌ای‌ها خیلی محبوبه و از اونجایی که کره‌ای‌ها رو به پوست خوبشون میشناسیم پس حتما ارزش درست کردن داره. بیا بهت یاد بدم. اول از همه یه مقداری برنج برمی‌داریم و خوب میشوریمش. از حالت عادی کم بیشتر آب می‌ریزیم و می‌ذاریم که شفته شه. بعد از اینکه خنک شد با عسل قاطیش می‌کنیم. اگر پوست چرب یا مستعد جوشی دارید گلاب بریزید، اگر پوست خشکی دارین شیر اضافه کنین. من با گوشت برقی حسابی میکسش کردم تا به این بافت برسم. پوستتون رو خوب بشورید و خشک کنین. من چون از این براشای ماسک نداشتم با این بیلبیلک‌ها زدم، البته با دستم میشه. و بعد این ماسک رو خوب رو تمام صورتتون پخشش کنین. روی جاهایی از بدنتون که تیرگی یا لک دارن میتونین استفاده کنین، یکم بهش زمان بدین خشکه و بعد با آب ولرم بشورید. من که با اولین استفاده نتیجه گرفتم و حتما به روتینم اضافهش میکنم. در نهایت هم با یه مرطوب کننده خوب این رطوبتی که به پوستتون رسوندین رو قفل کنین. کپشنم بخون و نظرتو بگو.